سلام بچه‌ها، جاجره منم مستر خراسانی هستم. امروز یاد بگیریم که تو مایکرافت غذاهامون و جونامون رو بیاریم پایین. بیاریم اینجا، اینا رو که می‌بینید بیاریم اینجاها بذاریم و اینجا مثل بازی کامپیوتری بشه. خب اول بازی میریم سراغ تنظیمات بازی. دیگه تنظیمات میایم پایین‌تر روی اینجا که دارم بهتون میگم. وقتی روی این میزنید اینجا چند تا گزینه میاد. به اولی کاری نداریم، یعنی به این کاری نداریم. میایم پایین‌تر اینجا روی این. وقتی روی این میزنید، اینی که میبینید الان این پایینه، میبینید روی بالا میزنید. الان دیدین روی بالا شد. وقتی روی بالا زدین الان میریم بیرون و الان اینطوری شد که شما غذا و جونتون میاد پایین و اینجا مثل بازی کامپیوتری شده. برای از این ویدیو آموزش خوشت اومد منو فالو کن، لایک کن تا ویدیوهای بیشتری براتون بفرستم و آموزش‌های خفن‌تری. خدا یارت نگهدار.